که میمان جناب آقای فروتن هستیم، مسئول کافه میلان، یکی از بهترین کافه ها در شهر هرات. ما حدود 102 آیتم داریم به منو ما که خوشبختانه یعنی 50% از این آیتم ها ما کلا یعنی به هرات و افغانستان به خصوص من فکر نمی کنم کدام کافه بزنه. من پیشنهاد اینه که بیان امریکا سرمایه گذاری کنن. تنها چیزی که از دید من برای یک سرمایه گذار میمونه که خوبه که در کنار از او 4 تا 5 تا 10 تا خانواده در کنار از او کار میکنن، از اون نگاه یک مقدار معاش ناچیزی حالا یک کم در یا بیشتر میگیره. عرض سلام و حرمت و احترام دارم خدمت تمام مخاطبین چنل زیبای افغانستان. امیدوارم هر جای که هستین سالم و تندرست باشین. به یک از ویژه برنامه‌های دیگر ما خوش آمدین. افتخار عزیز دارم که میمان جناب آقای فروتن هستیم، مسئول کافه میلان، یکی از بهترین کافه ها در شهر هرات. خب سلام خدمت شما جناب آقای فروتن. ممنون خدمت شما گلنی صاحب، تشکر. سلامت باشین. ما که افتخار معرفت با شما داریم، یک معرفی برای بیننده عزیز داشته باشین که شما بشناسن. تشکر. سلام خدمت تمام بیننده‌های چینل یوتیوب زیبایی افغانستان و خدمت گیلانی صاحب و تیم و اساتیدی که پشت پرده ما نگاه میکنن. خوشحالم گیلانی صاحب که میزبانی شما و گروه شما در کافه میلان میزبان شما هستم. خیلی خوش آمدین. قربان شما فروتن صاحب عزیز، سلامت باشین، برقرار باشین. خب سوالات که از خدمت شما پرسیده میشه، اولین سوال اینه که چه انگیزه باعث شد که همچین مجموعه زیبایی درست کنین و چه مدت از افتتاح از این مجموعه زیبا میگذره؟ خب طبعا این سوالی که از اکثریت از جوانان افغانستان اگر پرسان کنین میگن در افغانستان کار نیست، انگیزه برای سرمایه گذاری وجود نداره. ولی خب خوشبختانه برعکس ذهنیت ها حدود 2 ماه 2.5 ماه خود روی از این با سلیقه خود دکوریشنی که شما میبینین با سلیقه خود را آماده کردین. حدود 1 ماه میشه که از افتتاح از این میگذره. 1 ماه میشه افتتاح شده و تنها انگیزه که باعث شده اینه که یعنی برداشت اینه که هر کسی که به اینجا مثلا میاد تمامی روز خسته کار میکنه، فقط میاد برای نیم ساعت 40 دقیقه 10 دقیقه اینجا میشینه، خستگی تمام کار از او در میره. با نوشیدن یک قهوه یا حتی یک جوس طبیعی یا جوس گازداری تمام خستگی از او در و همین حس خوبی برای من شخصا میده. بسیار خوب، سپاسگزارم فروتن صاحب نازنین. سوال بعدی که از خدمت شما پرسیده میشه، در این مجموعه زیبا بیشتر در چه بخش‌ها فعالیت دارین؟ و موضوع بعدی که از خدمت شما پرسیده میشه، بیشتر کدام آیتم‌های شما که در منیو دارین کدام بیشتر پرفروش‌تره و بیشتر دوستان سفارش میدن؟ خب جز اول سوال شما بوده که چی بخش‌های شما فعالیت داره. ما خوشبختانه برای قهوه و جوسات طبیعی و موکتل و غیره چیزا ما یک بخش مافیا هم داریم. در کنار بازی مافیا بازی‌های ذهنی داریم که بخش بازی‌های ذهنی و فکری و استدلالی اینایی که جدا از این محیط کافه ما مثلا یک سری دوستا میان به محیط کافه استفاده میکنن و یک سری دوستا مثلا دوست دارن بازی‌های ذهنی و فکری و استدلالی اینا مثل مافیا، مثل شطرنج و غیره گیمایی که حدود 10-12 نوع گیم داریم ما که البته از 1 و 2 کشور مثل ایران و ترکیه ما اونها رو تهیه کردیم. گیمای خیلی جذابیه و همچنین اتاق وی آی پی داریم ما برای دوستایی که مثلا خودمونی، حتی برای کسایی که جشن تولد چیزی دارن، مناسبت خاصی دارن، ما میزبانی از دوستان داریم. زیاد میبینم اشخاص زیادی میاین، چرای سرشناس در کافه میاین و استقبال زیاد شده و خوشاینده که دوستانی که خارج از کشورند مثل شما بیان در افغانستان سرمایه گذاری کنن. برای همون دوستایی که قصد همچین سرمایه گذاری رو دارن چی گفتنی دارن شما؟ ببینید من گفتنی برای جوانایی که در رده سنی خود یا بزرگتر از من قرار دارن و در کشورهای اروپایی زندگی میکنن، خب طبعا اونا هم شاید یک سری مشکلاتایی بوده که کشونده اونا رو به اونجا و حال یک مبلغ پولی دارن. من پیشنهاد اینه که بیان امریکا سرمایه گذاری کنن. تنها چیزی که
از دید من برای یک سرمایه گذار میمونه که خوبه که در کنار از او 4 تا 5 تا 10 تا خانواده در کنار از او کار میکنن، از اون نگاه یک مقدار معاش ناچیزی حالا یک کم در یا بیشتر میگیره و همون نفقه خانواده خور به اصطلاح از این معاش یا از این سرمایه گذاری که شده در حد $10,000 یا $20,000 یا هر چی که در توانی است. حسی خوب همینه که حداقل چند نفری در کنار از اونها چه کار میکنن، یک مقدار معاش میگیرن و نفقه خانواده خود از اون جگا به اصطلاح به نحو تمویل میکنن. و گفتنی من همینه که یعنی نهایت کوشش نهایی باشه که بتونن بس کشور خود ما، یعنی ما میتونیم باور کنین زیبایی‌هایی که اونا به کشور اروپایی میبینه ما هم اگر امروز از اینجا شروع کردیم شاید به مدت زمان به اصطلاح خیلی کم بستگی به انگیزه و تلاش و پشتکار خود ما داره که بتونیم جاها و برندهای بهتر از کشور اروپایی در کشور خود خود بسازیم. بیشتر از دوستایی که من اینجا دیدم سوال امیر دارن در خدمت شما و من هم دوست دارم همین سوال داشته باشم. آیا رستوران هم در کنار این مجموعه خود درست میکنین یا خیر؟ بله، ما برای افتتاحیه چون مکان ما آماده نبود اینا، ما فقط تنها جایی که فعلا آماده کردیم یک بخش وی آی پی اتاقا برای بخش مافیا و بزیا فکر ذهنیه که بیشتر خدمت شما عرض کردم و بخش خود کافه ما به پایین میال کار جریان داره و بالا بخش سنوکر دارن کار میکنن، به پایینم رستوران. کارا رستوران تقریبا 80% 90% پیش رفته، فقط مونده افتتاحیه از او که ما یک مجموعه کاملی، حتی ما به نام مجموعه و کافه میلان شامل رستوران، شامل سنوکر، شامل بزیای مافیا و تمام بخشا خود انشالله در آینده خیلی زود، یعنی در روزهای آینده انشالله همه چیز انشالله تکمیل. فقط یک سوال ذهن من درگیر کرده فرود، من همچین نوشیدنی با همچین رنگی ندیدم، اگه لطف کنین بگین این نوشیدنی ما همچنان او کلا پایینی و زرد بالای سبز یاد پرچم روگه مفتو. تشکر. گلین سوازی شما در سوال دوم خب فکر کنم از ما پرسان کردیم، سوال شما دو گزینه‌ای بود، یک گزینه راجع به این که چی آیتمای بیشتر طرفدار داره، من یادم رفت حال یادم اومد سوال کردین. ما حدود 102 آیتم داریم به منو خو که خوشبختانه یعنی 50% از این آیتم ها ما کلا یعنی به هرات و افغانستان به خصوص من فکر نمی کنم کدام کافه بزنه، به این دلیل که اکثر موادی که اولیه از اینکه تهیه میشه اینجا کلا پیدا نمیشه. ما از ترکیه و ایران سفارش دادیم آوردن برای ما که این رنگا زیبا و طعم‌ها زیبایی بره خوبه. من این به نام میکس مخصوص کافه میلان که فرمولا متفاوتی داره، بیشتر از استاد بزرگوار تعریف‌ها و توصیف‌ها کردم. اونا چند نوع ترکیب دارن، فرمول دارن میزنن که طعم خیلی خوبی داره، خیلی ظاهر قشنگی هم داره. یه هم که بلو هواییه که اکثریت کافه‌ها میزنن، ولی این که هست فرمول از این با چیزی که قبلا گفتم کلا متفاوته، یعنی تنها کافه میلان میزنه و ما از این مخصوصای میلان حدود گفتم زیاد آیتمایی داریم که فقط فرمول و چی و همه به همین جگا میشه. خودتون سپاسگزارم از شما جناب فروتن صاحب عزیز، وقت خوب برای ما گذاشته، لطف کردین. انشالله که همیشه موفق و سربلند باشید. موفقیت شما همچین جوان برومند مسیحی برای ما مفتخر باشید. سلامت باشیم گلانی صاحب، ممنون لطف شما که بزرگی کردیم، قدم رنجه فرمودین. سلامت باشین. ما همیشه همینجوری به خدمت قربان شما. دوستا برنامه ما ادامه داره، در ادامه با ما باشید. همراهان عزیز به پایان برنامه رسیدیم. سپاسگزارم از تک تک شما بزرگواران که تا آخر برنامه در کنار ما بودین با یک از ویژه برنامه‌های دیگر ما در کافه میلان. امیدوارم هر جای که هستین سالم و تندرست باشین. حمایت فراموش نکنین، سابسکرایب کنین، ما ویدیو ما لایک کنین و شیر کنین. وقت همگی شما بخیر. خداوند یار و مددگار شما باشه.